نزدیک نوروز داره میشیم، راجع به سفرها، مسائل امنیتی انتظامی، تمام سوالها. همکار محترمم سرکار خانم سلیمی نیا و میهمان محترمشون سردار ساجدی نیا در استودیو فوریت‌های پلیسی سرده آماده هستن اولین ارتباط ما شکل بگیره. من خدمت شما و مهمانتون سلام عرض می‌کنم، منتظریم گزارش‌های شما ببینیم و بشنویم. به نام خدا، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای یزدان پرست و همونطور که شما اشاره کردید با آخرین رویدادها و اطلاعات انتظامی و وضعیت راههای کشور همینطور توصیه‌های پلیسی در خدمت شما عزیزان هستیم. ما برای شروع امروز دعوت کردیم از سردار ساجدی نیا معاون عملیات ناجا. سلام عرض می‌کنم خدمتتون سردار، خیلی خوش آمدید. به عنوان سوال اول اگر لطف کنید به طور خلاصه برای ما مرکز فوریت‌های پلیسی 110 رو معرفی بفرمایید. از اونجایی که دولت‌های استکباری و ایادی شرق و غرب فیلمی درست کردن به نام 101 سگ خالدار که نمیدونم بینندگان عزیز استهزار دارن و شما خودتون رصد کردین، این فیلم بنده خودم رصد کردم. در اون فیلم ارزش‌های نظام رو خالخالی کردن. ما برای اینکه با این توطئه شوم مقابله کنیم تصمیم گرفتیم که 9 تا بذاریم روش که باشه 110 سگ خالدار و کسی ما رو با اونها اشتباه نگیره. خود بندم با این خالی که ملاحظه می‌کنید یکی از همون 110 تا است. سردار، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال نیروی انتظامی چه خدمات ویژه‌ای رو برای پایان سال برای مردم عزیز تدارک دیده؟ اجازه بدید بنده تشکر کنم از مردممون که هر سال در پایان سال خدمات ویژه‌ای برای نیروی انتظامی تدارک می‌بینن و در واقع فرصت خدمت‌گزاری رو از ما می‌گیرن. شما تو اون زمان اگه به چهره‌های غیور پرسنل نیروی انتظامی دقت کنید، عین بوم نقاشی میمونه. طیف رنگی که از بنفش شروع میشه میره تا سیاه، از زیر چش تا اینور پرکلاقی میزنه. خلاصه نمونه‌هایی از کار کوبیسم دیگه با کوبش‌های مداوم به این تابلو جلوه دیگه ای میده. سوال بعدی خواهش به طور خلاصه. جناب سعی، اگر خانم یا آقای از شهروندان ما از منزلش خارج بشه و کیفش مورد سرقت سارقان قرار بگیره، آیا در این مورد هم میتونه با پلیس 110 تماس بگیره یا باید به کلانتری مراجعه کنه؟ اگه کیفشون سرقت شده میتونن با ما تماس بگیرن تا پرسنل خالدار نیروی انتظامی باهاشون همدردی کنن، ابراز همدردی کنن. اما اگه کیفشون سرقت نشده، ما در ایام عید این خدمات رسانی رو هم داریم که با یک تماس کوتاه خدمتشون میرسیم و ترتیب کیفشون رو براشون میدیم. حالا ما تمهیداتی هم اندیشیدیم که دیگه به جای تماس مردم کیفاشون رو اهدا کنن به نیروی انتظامی که دیگه نه تلفن سرده اشغال بشه و نه اینکه کیف اونها دچار سرقت زدگی بشه. سردار، با توجه به اینکه به چهارشنبه آخر سال هم نزدیک هستیم، چه توصیه‌ای در مورد چهارشنبه آخر سال داریم برای بینندگان عزیزمون؟ اساساً وارد کردن چهارشنبه در روزهای هفته توطئه استکباریه. شما اگه به کتاب تحریر الوسیله امام هم مراجعه کنید می‌بینید که اصلا چهارشنبه‌ای وجود نداره، اصلا وجود نداشته. هر چی هست جمعه است و نماز جمعه یا شنبه ها مرقد امام، یک شنبه هم تخم شربتی تو ایستگاه صلواتی. البته من به لحاظ علمی هم میتونم بهتون ثابت کنم. نگاه کنید مثلا یه شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، شصت شنبه. حالا ما پنج شنبه هم به خاطر ایام عید وارد کردیم. در نهایت این بحثی که من با شما دارم این به طور علمی ثابت شده. خیلی متشکرم. در نهایت اگر توصیه‌ای برای بینندگان عزیزمون دارین لطفاً خیلی کوتاه بفرمایید. والا بینندگان شما که توصیه نکرده فکر ما رو پیاده کردن با هم خط 11 داریم میریم. اگه توصیه‌ای باشه به همون 110 تاییه که روزگارشون خالخالی شده. مقام عظما با اون هیکل 6 گوششو گرفته، بدبخت بیچاره دایره شده. ما که یه گوش هم نداریم، میذارن اینجا در و داغونمون میکنن. ببخشید. الو 110 بفرمایید. نمیدونم چرا هر کی با پدر مادرم کار داره به من زنگ میزنه. شماره تلفن پدر مادرمو ندارن؟ جناب آقای یزدان پرست، اگر شما سوالی ندارید به اتفاق سردار از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، سوالی ندارم. ممنون از شما و از سردار ساجدی نیا هم تشکر میکنم. متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.